بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت فریم ها را کار کردیم و تا این قسمت یک مثالش را کار کرده بودیم که چطور مثلا ما فریم بگیریم و داخل فریم در کل این شکل یک چیز بسازیم که اینجا برای ما لینک ها باشه و در این قسمت هر لینک به یک پیج دیگر ارتباط داشته باشه. سر از کلیک کنیم و اینجا باز شود. حالا باید چندین صفحه داشته باشیم. ما اینجا چندین صفحه قبلا جور کردیم برای پیج 1 و پیج 2 پیج 3 تو صفحات هم میاریم. این صفحات پیج 1 و پیج 2 اینا رو یک بار رن میکنیم ببینید که چه قسم است. یک پیج است پیج 1. پیج 1 رنگش آبی است و این پیج 2 یا رنگش به این شکل است. پیج 1 پیج 2 اینا میاره کپی میکنیم یا هر کدامش لینک میدیم. این قسمت پیستش میکنیم. میگم این قسمتی که لرن HTML نوشته است این را کلیک میتونم با پیج 1 یا پیج 2 میگم رو اکثر از کلیک شد اون پیج 1 در این ساحه برام باز کنم. در این ساحه بودی این را قبلا چیز کرده بودیم دیگه موقتا فریم گرفته بودیم که اینجا برام نشان میده. خب چه قسم میکنیم؟ اینجا تگ فریم گرفته بودیم برام فریم 1 فریم نام داده بودیم برش آی فریم ویت برش دادیم هایت و اینجا فریم 1. این حالا HTML که نوشته کردیم لرن HTML این داخل کدام تگ است؟ داخل اینی تگ TD است. این مربوط اینی تیار میشه. خیلی اینی قسمت یک لینک جور میکنیم یا یک لینک ایجاد میکنیم از طریق href نی href مساوی دبل کوتشن. لینک ازی با کجا باشه؟ لینک ازی مثلا با پیج 1.html باشه دبل کوتشن. یک تارگت برش مشخص میکنیم تارگتش مساوی دبل کوتشن در فریم 1 باشه. در کجا؟ در فریم 1 باز شود. قوس بسته تگ بسته و تگ ایرم دوباره پس بسته میکنیم و متنشان باشه که لرن HTML. این کنترل اس سیو میکنیم یک بار صفحه رفرش. حالا ببین لینک پیدا میشه. خب index.html اینجا میبینیم که پیج 1 داشتیم پیج 1.html میبینیم که پیج 1 داریم بله HTML پیج 2 داشتیم برام پیج رسد نه پیج 3 خب یک پیج دیگه شما کنیم. خب ویدش اینقدر href پیج 1 نیم پیج 2 مثلا میگیم پیج 2 .html اینو سیو میکنیم صفحه یک بار رن میکنیم. اینجا باید لینکش ایجاد شد. خب اینجا مشکل لینک چیز یک نام شد فریم داخل کدام تیبل است. اینجا یک تگ تیبل داریم tr است و یک تیبیش همی است href مساوی دبل کوتشن. پس صفحه را سیو میکنیم یک بار رفرش در قسمت حالا سر از کلیک میکنیم صفحه را ببینید اینجا داد میکنم صحیح نیم یکیش. باید میشه که مثلا یک کد دیگه جور میکنیم کد دیگه نوشته میکنیم لرن CSS مثلا صحیح. اینجا خب با صفحات کلش در مجموع مثلا از این جور میکنید دیگه خود دبلیو اسکول که جور کرده با اون شکل جورش میکنید. خب میم در روی دوم این روی اول بود در اینی تیبل روی اولش اینجا خب او ایمیج است موضوع دیگه است اینی تیبل کار داریم. در روی اولش یک TD گرفتیم در اینجا لینک ایجاد کردیم و متنش لیبلش هم میاد چیز TD دیگه که به خاطر چی بود؟ کلسپن و روسپن این در کل که ما اونجا مرج کرده بودیم. حالا در روی دوم میریم. در روی دوم TR دوم است و در TD از این میم اینجا یک لینک ایجاد میکنیم صحیح نیم. اینجا باز نوشته میکنیم که href مساوی دبل کوتشن پیج 3 مثلا اینجا پورا پیج 2 گرفته بودیم اینجا پیج 3 میکنیم پیج 3 دبل کوتشن تگ بسته مثلا نوشته میکنیم که لرن CSS خب اینجا پس تگ ای را بستن
سیو میکنیم این دفعه شما حالا سر از کلیک میکنیم بटन जोड़ना है नहीं بله چرا काय जोड़ करेंगे माशाल्लाह چرا ये खुद है बटन مشکل میکنید در کجاست این در کجا باید باز شود تارگت باید مشخص کنید این در فریم یک باز شود این را مشخص نکردم کنترل اس سفر یک باز بشه حالا سر از کلیک رو یا اینجا باشه دیگه که هم پیج وان بود پس خود از را باز کنم آخه یا مگه لینک گرفت یا مزیش به همین شکل دیگرایشون میشن هم تو که این حالا بیجه در روی سیوم تیار است تیدیش دی تیدیش مثلا باز یک لینک ایجاد میکنیم href مثلا دبل کوچن با پیج وان پیج وان تا پیج دبل کوچن و تارگتش اینجا اگر دیگر فریم داشته باشن میتونیم با دیگر فریم معنی میکنیم یعنی تارگتش فریم 2 باشه فریم 3 باشه چون ما یک فریم داریم میگیم فریم 1 باشه دبل کوچن و اینجا پس تگ بستن تگ ای بستن سفر رفتش میکنیم دیگه چرا نامه؟ بعدش میشتن دفتر که برش لیبل هم نشتن میکنیم که learn جاوا مثلا جاوا اسکریپت جاوا اسکریپت سفر است مثلا دیگه کن یا یزیش بشم حالا یه را میتونی که به این شکل در بالای ازی قرار بدید مثل که در بیتریسیوم دار اینجا در بیتریسکو اینجا وقتی که یک توتوریالایش میاری اینجا در بالا دارم سر کلیک میکنی اینجا باز میشه کلیک میکنی اینی گپ است فقط اینی گپ است فقط ما این را به این شکل دارید بازی قرار داده میره پول دمول حالا ببین یک به همین شکل جور میکنیم خب چطور کنیم که در بالا از این بیا اینجا مهم است که یک فکر کنیم باید چرا کم کنیم که در بالا از این نوشته بیاید این یک تیبل است صحیح است اینی هم یک تیبل است این کانتنت داره ما بالا میخوایم منیو بتونیم در بالا از این میخوایم پس اینی تیبل در بالا از این تیبل باید اینجا وجود داشته باشه صحیح است که حالا کلیک شو لینک بگیره در اینجا نشان میده خیلی تیبل ما اینجا است و یک تیبل به ایمیج است تیبل دیگه است که این چیزای دیگه را خود داره این تیبل دیگه خیلی باید در بالا از این تیبل یک رو اینجا برش میشه که اصلا جور کنی یا میشه که تو که اینجا یک تیبل دیگه میگیری صحیح این تیبل هم بخیر غرض نگیری اینجا یک انتر اینجا یک تگ تیبل دیگه میگیری تگ تیبل و اینجا دوباره پس تگ تیبل و بس تگ خب اینجا باز پس یک تگ دیگه رو میگیریم و دیگه رو پس بس تگ و اینجا تیدی اینا اینجا اگر دیگه در تیدی که تیدی در باید کار کنی کی در پیشتر بینی یک باردار هم برش میگیم که معلوم شده که اینجا تیبل است باز پسان باردار پس باردار مسئول دبل کد شد یک این اسم تامن ببینید در اینجا آمد اینا رو بعد یک کمک که این طرفتر ببینید که برای پیشتر بینید اینی تیدیش چی میکنیم وید برش میکنیم ویدش مسئول دبل کد شد مثلا سر دبل کد شد یک دانش و میشه که هایدم برش مشخص کنیم هاید مسئول دبل پوچن مثلا سی دبل پوچن که سیو میکنیم اینی ساحه شد ساحه مینوی ما مینو گفتن نمیتونیم چون مینو موضوع بعدی است که باز از طریق لیست جور میکنیم مینو رو و از طریق CSS بر مینو تبدیلش میکنیم یکی دیگه هم سیو و در این تیدی اینجا همون چیزایی نوشته است مثل ASP.NET و این چیزایی که داره HTML CSS اینا یارم نوشته میکنم این آمار نوشته میکنم خود این تیدی از این نوشته میکنم مثلا هم صحیح نیست؟ یک تیدی دیگه میگیرم این نوشته میکنم که HTML یکی دیگه این نوشته میکنم مثلا CSS فهمید دو دانه سه دانه بس باردن از تیبل پس میکنم یا خب اینجا آمد ولی میبینی فاصله شان زیاد است فاصله زیادش تو کم کنیم اینی وید اجاره کم کنیم
خب وید از این چقدر است؟ ویش کار نداریم. وید از این مثلا 30 میگیریم. 30 اینی رو هم 30 میگیریم، این هم 30 میگیریم. یک بار سفر رو رفت کم شده؟ حالا بیخی کم شد میشه کمی که زیاد شد. 50 میشه درست. 50 میشه اینو مثلا 50 سفر رو رفت. اینا دیگه باید لینک داشته باشه نه؟ سر لینکش کلیک کنی اینجا مخفیت نشون. لینکش آسانه. خب یک لینک میتونی بازدگاهش باشه صحیح؟ مثلا فرض کنید که HTML شه. اینجا باز تگ اینجا بخاطر که در من باز بهن نمانده چرا href با پیج مثلا to.html لینک داشته باشه و تارگتش کجا باشه؟ تارگت مثلا دبل کدشن نه فریم یک باشه فریم یک باشه یعنی پس اینجا دوباره پس تگ ایرا بستن حالا سرجم کلیک کنی اینجا برات باز میشه سرجم کلیک کنی سرجم کلیک کنی مثلا شو فهمید یعنی تگ اکثر وبسایت ها هم است حالا باز وبسایت ها اینجا مثلا فوتر می داشته باشه و بعضی لینک های دیگه اونجا یک لینک فیسبوک هم میاره و زیاد خب گپای ساده است دیگه یک بار کردم چه درک کردی باز دیگه گپای ساده است پسی در کل موضوع اینلاین چی بود؟ اینلاین فریم ها بود یا تگ اکتیو خب اینجا دیگه چی سوال نموند خب موضوع دیگه که از فریم ست است که فریم ست چه قسم کار میکنه یا فریم بود و فریم جا شاید کنم مثال شکل کرده باشه تگ خواهی فریم ست کار کردن فریم ست ببین چی کار میکنه فریم ست کنسپتش گفتیم صفحه را به چندین چیز تبدیل میکنه به چندین قسمت مثلا اگر کل بادی وبسایت ما باشه یا کل صفحه وبسایت باشه به شکل و فریم ست چی میکنه فریم ست یا وبسایت به این شکل تقسیمات میکنه به شکل کالموار به چند قسمت مساوی و نامساوی یا به شکل رووار به چندین قسمت مساوی و نامساوی تقسیم میکنه صحیح نیست؟ این از فریم ست این کار فریم ست است ولی در فریم ست گفتیم بادی دیگه اجازه نداریم که ما از بادی استفاده کنیم خب من یک پیج دیگه میگیرم تگ بادی دیگه اینجا بگیریم بادی دار رفت نیست بادی برش نمیگیریم و تگ فریم ست دوباره پس تگ فریم ست رو بستن پیرنس و تگ بستن خب در داخل از این چی میه؟ پیش از اینجا باید مشخص کنیم چند رو چند کالم یعنی آیا به اساس رو این تقسیم بندی شده یا به اساس کالم اگر به اساس کالم تقسیم بندی میکنی کلز اگر به اساس رو تقسیم بندی میکنی روز اول کالم چه میگیم پس اینو میگم کلز مساوی دبل کدشن حالا چند کالم کل قسمت 100% اینمی فریم دانه مشخص میکنیم مثلا میگم یک کالمش 20% باشه صحیح نه یک کالم باشه اینجا دیگه باید چی باشه 20% کام یک کالم دیگه 80% چون 20 و 80 100 میشه نه 100% کنه میشه دبل کدشن خلاص حالا دو تا فریم شد اینجا نه خیلی وقتی که دو تا فریم شد اینجا باز میبرش مشخص میکنیم فریم یک با یک قسمت هم فریم دیگه ضرورت نیست که اینجا یک دو میشه فقط هر قدر فریم که تقسیمات کنی اینجا به همون تعداد فریم میشن میکنی اگر من اینجا باز مثلا اینی را 40 بگیرم فرض کن که اینی 40 است 20 و 40 چند میشه 60 میشه خیلی من 40 دیگه دارم نی اینجا یک 40 دیگه هم برش میگیرم این 40 دیگه رو بگیریم اینجا باز یک فریم دیگه هم برش اضافه کنیم چون 3 فریم شد نه این سفر یک بار رن میکنیم خب سیو نکنیم یه با تک بست سیو میکنیم برامه دوری دوستات سیو میکنیم یک بار سفر رن میکنیم حالا سر کتابی شده ولی اینجا یک نقص وجود داری نمیدونی اصلا خب این فریم سایز چه اینا قدر است این دیگه چه شده است ولی با دو سه قسمت تقسیم شد یک قسمت این دو قسمت سه قسمت ولی اینی سایز از این خورده کلام میشه این مشکل فعلا در شام وجود داره
خود اینترفیس گرافیکی MySQL اگه دیده باشید پیش می‌آمد نشان بدید کنترل پنل زن برام می‌کنیم اینجا سرور اپوزیشن استارت می‌کنیم یک بار می‌بینیم که اینجا نیمتر لوکال هاست ببینیم این به چند قسم تقسیم شده اینجا رسید یک فریم دیگه فریم حالا داخل از اینکه صفحات قرار داده این رو می‌بینیم این یک مشکل اینجا موجود داره اینه که بس یک کالم و دیگه کالم اون یک مشکل است ولی مشکل چطور از بین میبریم صفحه مایی است حالا خورده کلان این میشه خواهید از بین میبری از طریق یک اتریبیوت برش اضافه میکنیم در خود فریم ست اتریبیوت نو ریسایز مساوی دبل کوتشن ولیوشون که است این چیز نو ریسایز صفحه را ایگار سیف میکنیم و ایگار رفرش اینا دیگه خورده کلان نمیشه دیگه حالا دیگه پکس خب خیلی چی به درد میخوره حالا میتونیم در کدام از این ما یک پیج رو لود کنیم چه قسم مثلا بسیار ساده اینجا نوشته میکنی که src مساوی دبل کوتشن پیج 1 صحیح یعنی سورس از پیج 1 این دیگه چه میگی سورس از src از مساوی دبل کوتشن پیج 2 ولی html هم خدا را نمیداد html این خدا را کرده داد html چون صفحات html و سورس از پیج 3 داد سورس از مشخص شد صفحه را یک بار هر سیسی بنجام رسید بازار سفید اینجا ممکن اینی بخش مکمل بخش لینک ها باشه که مثلا کتاب های شما لینک های شما یک بخش دیگه باشه بخش در کل بخش نیوز باشه سه بخش میشه حالا توی به دیگه بخش هم میتونید تقسیم بندی کنید اینجا بیاد 40% از 20% میتونید در جای جور کنید یا ولی از MySQL چقدر جور کرده پیش میاد مینه اینترفیس گرافیکیش دو بخش تقسیم کرده این یک بخشش این دیگه بخشش باز در این صفحه رو لود کرده دیگه صفحه رو لود کرده در اون صفحه باز اینی گپ است صحیح است اینی لینک ها خواهم لینک است ولی فقط اینو یک افکت داره این افکت که جی کوئری برای داده شده بخیر که جاوا اسکریپت خواندیم باز جی کوئری رو باید کار میکنیم واجد تو جی کوئری ان شاء الله بسیار باز جالب گپ داره خیلیش بس یک تاپیک کوتاه دیگه از رنگ است برام یک روز میخوانیم دیگه